پیرپسر یک فیلم به شدت تابو شکن. یکی از انتقادهای اصلی که میتونیم داشته باشیم به فیلم پیرپسر این بحث هالیوودی شدن است. هالیوودی شدن نه از نظر جلوه‌های دیگه، از نظر محتوایی که فیلم داره به سمتش میره. قب شکنی مواد مخدر و مشروبات الکلی یکی از اصلی ترین معضلات این فیلم، دقیقاً مثل فیلم‌های هالیوودی که خب حالا همه کاراکترها یا پیک مشروب دستشونه یا شیشه الکل و حالا مشروبات الکلی. این میتونه یکی از بزرگترین معضلات این فیلم باشه. نکته دیگه تابو شکنیش اینه که این فیلم هر جرم و جنایتی که شما فکر بکنید رو داخلش داره نمایش میده. مصرف مشروبات الکلی و آموزش نحوه استفاده از مواد مخدر، حالا چه صنعتی چه سنتی، داخل این فیلم نمایان. هرزگی و زنبازی و قتل که بدترین شکل اون یعنی قتل اولاد داخل این فیلم داره نمایش داده میشه. با توجه به بررسی همه اینها میتونیم بگیم این فیلم واقعا تابو شکن.